درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. قطعا این روزها در فضای مجازی و در رسانه ها ماجرای دعوا و درگیری علی کریمی با یکی از آخوندهای ایران رو شنیدید که حسابی در فضای مجازی سر و صدا به پا کرد و جنجال به پا کرد و یکی از این آخوندها اومد در پشت منبر علی کریمی رو بی شرف و یه سری چیزهای دیگه خطاب کرد. ماجرام از این قرار بود که علی کریمی در دهه اول محرم اومد و استوری رو منتشر کرد که روی تصویر به شما این استوری رو نشون خواهم داد و گفته بود که میلیاردها تومان خرج میکنید نظری بدهید و در پایان آرزوی شفای بیمار را داریم که برای نداشتن پول درمان میمیرد. التماس. خب همین استوری علی کریمی جنجال‌های زیادی رو به پا کرد تا جایی که باعث شد که بیلبوردهای تبلیغاتی علی کریمی در سطح شهر برداشته بشه، آخوندها و رسانه‌های داخل ایران به علی کریمی حمله بکنن و یکی از خشن‌ترین و عجیب‌ترین حمله هم صحبت‌های این آخونده بود که جلوتر برای شما پخش می‌کنم. اما سوالی که پیش میاد این هستش که چه کسی بیلبوردهای علی کریمی رو از سطح شهر تهران جمع‌آوری کرد که امروز در این ویدیو افشا می‌کنیم هویت شخصی که بیلبوردهای علی کریمی رو از سطح شهر تهران جمع‌آوری کرد که حتی علی کریمی هم نسبت به این قضیه واکنششون داد، در یک استوری گذاشته گفت شمایی که از چند تا عکس می‌ترسین ادای لات‌های مجازی رو در نیارید. تصاویری از بیلبوردهای مختلف توی سطح شهر تهران که بیلبوردهای تبلیغاتی علی کریمی رو از سطح شهر جمع کردن و در حال حاضر علی کریمی ممنوع تصویر هستش. چند ساعت پیش هم علی کریمی چند تا استوری گذاشته بود داخل هواپیما و خروجش از ایران رو نشون میداد که شایعه‌های خروج همیشگی علی کریمی از ایران رو نشون میداد که برای همیشه از ایران رفته. پدیده‌ای که در طول این چند سال گذشته برای خیلی از نخبه‌ها، برای خیلی از اسطوره‌ها و برای خیلی از افراد اتفاق افتاده و طبیعتاً شما هر چقدر تو ایران معروف و محبوب باشید قطعاً بیشتر شما رو خواهند زد و قطعاً شما رو ممنوع تصویر و ممنوع صدا و خلاصه هر چقدر محبوب‌تر باشید بیشتر دهنتون رو سرویس می‌کنن. نمونه واردش هم عادل فردوسی پور بود. اول از همه بریم یک بار دیگه صحبت‌های این آخونده رو بشنویم که چه توهینایی به علی کریمی کرد. شاید 1% این ویدیو رو ندیده باشم. بعد میایم من راجع به هویت اون شخصی که بیلبوردهای علی کریمی رو از سطح شهر تهران جمع کرد رو به شما خواهم گفت. یه بیشرفی توییت کرده که میلیاردها پول هزینه میکنید برای نظری که همتون جمع بشید یک دونه مریض رو بگید خدا شفاش بده. خب این پول بدید اونو درمان کنید، اینقدر میلیاردها پول نذر نکنید. تمام شیعه در تمام دنیا برای شفای مریضانشون اقامه عزا میکنن که تو نادان احمق مثلا میگی که آقا این میلیاردها خرج میکنید، خب اینو پول بدید یک کس رو درمان کنید. نوبت به فوتبال شما 4 تا الدنگ سلبریتی که میرسه، اگر میلیاردها پول از بیت المال هدر بره، اونا رو یادت نیومد که خرج فقرا اگر بشه و خرج مریضا درمان میشن. خود بیشرف چقدر پول گرفتی؟ یه نکته به شما بگم، دو موضوع بررسی میکنه که علی کریمی چقدر پول گرفته، مربی چقدر پول گرفته و حالا اینو تو پرانتز داشته باشید من یه توضیح شما یا چقدر پول میگیرن؟ چند میلیارد میگیری تو این مافیای فوتبال. کثافتی که در مافیای فوتبال برپا شده که خودتونم دارید میگین، همه خلق هم دارن میگن افتضاحش اینه. بعد تو آمدی میگی که نظری ندن، پولشو برن بدن که مریضا درمان بشن. تو داری بار فقرا میسوزه، دلت به حال فقرا میسوزه. چیکار کردی برای فقرا؟ یه رو کن ببینیم چیکار کردی برای فقرا. خب حالا نکته من به شما بگم که اولا که میگه که علی کریمی چه کاری برای فقرا کرد. اولا علی کریمی تو همون سالهای اولی که کارلوس کیروش به فوتبال ایران اومد منتقد ورود مربیای خارجی به ایران بود و البته میگفت خوبه تکنولوژی وارد ایران بشه اما پولهای میلیاردی نباید برای مربی‌ها خرج بشه. پس علی کریمی از قدیم هم منتقد بوده و این پولهایی که همین جوری توی فدراسیون فوتبال ایران داره خرج میشه و گاهن به دلیل بیخردی، مثلا نمونهش پرونده آقای ویلموتس بود که خدا میلیارد تومان پول از این مملکت رفت به خاطر یه دونه سهل‌انگاری و بی‌سوادی برای قرارداد بین‌المللی که همشون هم ادعاشون فلانو پاره میکنه نتونستن یه قرارداد خوب بنویسن و آقای ویلموتس اومد و یه قرارداد بس خیلی شیک و مجلسی پول
این افراد جارو کشید و برد، حقش هم بود چون قانونی چیزی امضا کرده بودن. از اون نمیشه خورده گرفت چون اون قانونی قرارداد بسته. از این بی سوادا بعد خورده گرفت. بعد میگه که علی کریمی برای فقرا چیکار کرده؟ من روی تصویر به شما نشون خواهم داد. هدیه میلیاردی علی کریمی به خیریه. جادوگر پیشنهاد تلویزیون را به خاطر سانسور رد کرد. درخواست کمک‌های مالی علی کریمی برای یوزهای ایرانی. علی کریمی نمیدونم برای مبارزه با کرونا کمک مالی کرد، برای بیماران SMA، نمیدونم برای کودکان محک، گیلان، نمیدونم پیکان قرمزش رو فروخت، نمیدونم به سیستان و بلوچستان کمک کرد. اینها تنها گوشه کوچیکی از کمک‌های علی کریمی بوده. و حالا میاد این شخص و پشت تریبون و جایی که هستش با این همه مخاطبی که داره توهین میکنه علی کریمی. بریم ادامه صحبتاشو بشنویم و باز هم میگم به شما خواهم گفت که چه کسی بیلبوردهای علی کریمی از روی بیلبوردهای شهر تهران جمع آورد. برای درمان فقرا چیکار کردی؟ ما میلیاردها پول نذری نمیدیم که مریضمون شفا پیدا بکنه. شفا پیدا کرد یا نکرد، سر من و مریضم به نیزه، وقتی سری به نیزه بلند است. کدوم امام حسینی، کدوم هیئتی نذری داده برای اینکه مریضش خوب بشه؟ میدهن برای اذان امام حسین، نذری میدهن، اقامه عزا میکنن، خرج میکنن، مودتا للرسول و البتول. کنارش البته به امام حسین میگن مریض داریم، حاجت داریم، آقایی میخوای بده میخوای نده. اگر هیچ مریض ما رو ابی عبدالله شفا نده همین بساط برخورد. بله اینم صحبت‌های این شخص بود که البته جالب بدونید که یکی از اساتید حوزه علمیه قم هم آقای خادمیان در خبر این چهره تصویرش رو نشون میدم. روی تصویر این چهره اومده بود گفته بود که علی کریمی باید 80 ضربه شلاق بخوره. به خاطر این اظهار نظرش البته گفتم دیگه علی کریمی آدمی نیستش که بخواد کوتاه بیاد و یک پست منتشر کرد که میبینید پست رو که جالب بدونید که تا این لحظه 1,100,000 تا لایک خورده اینجا و گفته که بیشرف تو 2000 هستی که به اسم اسلام هر زر مفتی میزنی. در پایان هم جربازه اینو نداری کامنت و تکاتو باز بذاری تا مردم نظر بدن، ولی من کامنتم رو باز میذارم تا مردم نظرشون رو در مورد تو بگن. بسم الله. و باعث شد که علی کریمی اولش 200,000 تا کامنت بگیره و دیگه بنده خدا چه فوشی براش حواله نشد. و از اون طرف هم این چهره این آخونده که این بغل میبینید مجبور شد که پیج اینستاگرام خودش رو به حالت خصوصی در بیاره از حالت عمومی، به خاطر اینکه خیلی از دوستان لطف داشتن به ایشون و ایشون رو مورد عنایت قرار دادن. اما سوالی که پیش میاد این هستش که چه کسی بیلبوردهای علی کریمی رو از سطح شهر تهران جمع آوری کرد و باعث شد که علی کریمی این حاشیه ها و این اتفاقات براش پیش بیاد. من روی تصویر شما نشون میدم این چهره هستش، زومم میکنم براتون. آقای رضا صیادی که در حال حاضر مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران هستن. ایشون طلبه حوزه علمیه قم هست و سابقه کاریش هم قبل از این که بخواد مدیر زیباسازی شهرداری تهران بشه و آقای زاکانی ایشون رو به این سمت اوورد، مدیر یه دونه سایت و پیج اینستاگرامی بودن که این سایت و پیج اینستاگرامی عمده‌ترین فعالیتش این بوده که کجا چه نظری میدن و کجا چه غذایی میدن. یعنی تنها فعالیت این پیج اینستاگرامی و سایتی که این شخص داشته این بوده و ایشون دستور داده بود این چهره که بیلبوردهای علی کریمی از سطح شهر تهران جمع‌آوری بشه که گفتم که علی کریمی هم نسبت به این قضیه واکنش نشون داد و این افراد رو بزدل و ترسو خوند. اما همین حاشیه ها باعث شد که حتی علی کریمی یه پست دیگه منتشر بکنه و یه دونه متن بنویسه و یه آهنگ بذاره از آهنگ خداحافظی هایده رو، آهنگ روزای روشن خداحافظ هایده. چقدر سخت شد که اینا هم اومده بود پست کرد علی کریمی که اگر من ببینم الان میتونم برای شما چون این آهنگ کپی رایت داره من نمیتونم برای شما کامل پخشش بکنم، اما حالا یه تیکایشو برای شما پخش میکنم. میگه که خدا میامرز میدونست چی میشه. روزای خوبه بگو کجا رفت تو قصه خارم یا از اینجا رفت. نمیتونم آهنگشو کامل پخش کنم چون کپی رایت داره، اما در همین
جنجال ها و اتفاقات فضای مجازی خیلی از بزرگان فوتبال ایران و خیلی از بزرگان ورزش ایران مثل علیرضا خادم و خیلی از سلبریتی ها حمایت کردن از علی کریمی که از این افراد پرویز پرستویی بود که یه پست منتشر کرد و یک متن بلند بالا نوشت و عکس این چهره و علی کریمی رو گذاشته بود، عکسی که نشون میده علی کریمی داره نظری میده و نوشته که حاج آقا معاونیان، یعنی این چهره. اخیراً سخنرانی شما در فضای مجازی رو دیدم و شنیدم. بسیار متاسف شدم که بالای منبر سلطان فوتبال ایران و جهان را بی‌شرف خطاب کردید. کجای حرف آقای علی کریمی توهین به مقدسات بود یا خدای ناکرده بی‌حرمتی به سید الشهدا که این مرد پر افتخار را بی‌شرف خطاب کردید؟ آیا در شرایطی خیلی از مردم ماها لب به برنج نزدن، حتی پول نان خالی و گوشت و غیره را هم ندارن، اگر پول این نظری ها هزینه این مستمندان بشود امام حسین ناراحت می شود؟ بعید می دارم. معترض شدید که علی کریمی و امثال هم پولهای میلیاردی می گیرن. آقای معاونیان، آقای کریمی در فوتبال لقب جادوگر دارد، به این معنی که بارها و بارها دل مردم را شاد کرده و افتخار فوتبال ایران و جهان بوده. هیچ جای دنیا بی جهت به علی کریمی و امثال ایشان پولهای میلیاردی نمیدن. بعید میدارم شما بتوانید حتی یک بار دور زمین فوتبال آزادی بدوید. آقای علی کریمی بارها و بارها قدم‌های بزرگی برای مردم نیازمند برداشته بدون شو و شواف. جایز است هر چه سریعتر از ایشان عذرخواهی کنید. به همان سید شهدا، به خون پاک حسین، رفتار آدم‌هایی مثل شما ضد دین و حسین است. چرا به خودتان اجازه می‌دهید به آدم‌های پر افتخار و انسان مثل علی کریمی توهین کنید؟ به خدا که در دنیا از آدم‌هایی مثل علی کریمی مجسمه می‌سازند و به وجودشان افتخار می‌کنند، در عوض ما فقط یاد گرفتیم توهین و اهانت به کسانی بکنیم که در دل مردم جا پیدا کردند. اگر فکر می‌کنید بنده اشتباه می‌کنم یک کم پرسی از مردم علاقه‌مند به فوتبال داشته باشید، بدون شک شرمنده خواهید شد. خب این هم واکنش جالب پرویز پرستویی و متن بلند بالای پرویز پرستویی نسبت به آقای معاونیان بود. این چهره که میبینید و نتیجهش هم این شد که علی کریمی با این اتفاقات محبوبیت بیشتری به دست آورد. البته یه پست گذاشته گویا از کشور مهاجرت کرده و به خارج از کشور رفت و یه مقدار ریزی فوش حواله این چهره شد و ما در طول سالهای گذشته هم دیدیم دیگه، یعنی به محض اینکه یه شخصی اظهار نظر میکنه فوری میچسبوننش به امام و انقلاب اسلام که موضوع اون جهتی بکنن که اون طرف هم دیگه نتونه از خودش دفاع بکنه و میبرنش تو پروسه گونی بازی و این صحبت ها. و دیگه در یک عمل خنده‌دار اومدن بیلبوردهای تبلیغاتی علی کریمی رو، همین چهره رضا صیادی که من برای شما عکسش هم پخش کردم. چه صدایی اومد. یه بار دیگه چهره رضا صیادی هم به شما نشون بدم روی تصویر. این چهره میاد و بیلبوردهای علی کریمی وسط شهر تهران حذف میکنه. شما هم خیلی دوست دارم که نظراتتون رو بگید به ما. کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای قبلی ما رو ببینید اگر ندیدید و کامنت بذارید نسبت به این موضوع و اگرم خوشتون اومد لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.